ما تو روستا با مرغ هم بلدیم غذای شاهانه درست کنیم. چیکن استراگانوف درست کردم از نوع راحت و آسونش. اشتها برانگیزه. راستی قبل اینکه بخورم تو پیج من پر از حس و حال خوبه. همراه هم شد تا این حس و حال خوب به تو هم منتقل بشه. بزن بریم تا این چیکن استراگانوف خوشمزه رو با هم درست کنیم. چی رو؟ منو کن. سینه مرغو که اینطوری برش زدیم و سرخش میکنیم. بهش نمک و ادویه هم میزنیم. ادویه کاری، زردچوبه. مرغامون که سرخ شد از تو روغن برمیداریم. بچه ما نمیخوایم غذامون طعم پیاز سرخ شده بگیره، میخوایم که حالت کاراملی بشه، پس داخلش یکم آب میریزیم. حالا قارچای ورقه‌ای رو میریزیم تو پیازایی که کاراملی شدن. همزمان سیرای خرد شده رو هم میریزیم داخلش. خوشگل کاراملی شد، حالا کره رو بهش اضافه میکنیم. کره که ذوب شد آردم میریزیم داخلش. رفت میدیم بهش خامه رو اضافه میکنیم. مثلا من همه خامه رو نریزیم. آب نشد تو خدا. حالا نوبت شیره. شیر رو اضافه کردیم، مرغای سرخ شده رو میریزیم داخلش تا کاملا مزه دار بشه. اینم از چیکن استراگانوف ما.